سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک مود پیچینی گوبچیک تیار میکنیم، یعنی لب با بانان. محصولات به ما لازم است 100 گرم سمیتانه، 100 گرم شکر، 100 گرم مسله، یک دانه تخم، 250 گرم آرد و نیم قاشقچه رزرخلیت لازم است برای خمیرش. برای داخلش باشد بانان، یک دانه بانان لازم است. ما در اول خمیرش تیار میکنیم. ما همه محصولاتای میگیریم. تهارچه به 100 گرم مسله ملایم باشد، 100 گرم سمیتانه، 100 گرم شکرامو 7 قاشقی کلان میشد و یک دانه تخم همراه میکنیم. یک دانه تخم همراه کرده همشه میکسر که لب میزنیم. میکسر که زدنی ما شرط نیه، برای ویدیو کمتر شده تستر تیار شدنش من با میکسر لب میزنم. همیشه با وینچیک آمیخته کنیدم، خشرا آمیخته کنید که شکرش آب شود. همیشه خشرا آمیخته میکنیم، بعد رزرخلیت آرد با همراه کرده خمیر تیار میکنیم. همه محصولاتای زده میکسر خطی که 250 گرم آردی ما 13 قاشقی کلان میشه. نیم قاشق رزرخلیت ما مال همراه نمیکنیم. اگر مال همراه کنیم برام کره پیچینی ما روغنی بودگیشه، مزه روغنی بودگیشه گم میکنه. برای همین کمتر همراه میکنیم. تمام. آرده همراه کره خمیر میکنیم. خمیری ما باید چخه شود. روغنی سفیدی خوش آمد. اگر ملایم بیاید میتونید 3-4 قاشق دیگه آرد همراه کنید. خمیری ما تیار. ما که خمیرامای تنوب میکنیم. خمیرامای تنوب میکنیم. من قالبی کلالکی میبورم. میتونید اگه استکاناکی زیر کنیده میشه. من همین نباری قالب ما دویم رزمیرشکی میبوریم. همشه من همینطور کلاله زیر میکنیم. من همشه گرفتم قالب خطی. من بنانه همینطور ریزه میکنیم. میخواید تانید غفستر، خواهید باریکتر، من همینطور ریزه کنید. نکو هر یک نمی من گرفته. من همینطور فش به بنانه مانیم و باش بیو بالاشو میپاشیم. من دو طرفشه محکم میکنیم. من چه زیر میکنیم. من همینطور همشه میخواه میپیچانیم. عصبی خمیرامو روغنی برای همین گشته جمع شده من کمتر میکشویم. من تو طرفش محکم کرده همشه اینطور میکشوده میپیچانیم. من پیچنده کشودم. من نگاه کنید چه شد. با مدتی 25-30 دقیقه به 180 درجه به تفتن میگذاریم. بعد پختن ساخن پودر میکنیم. من پیچنی ما هم پخت که سرخ بد نمیکنیم. ساخن پودری نمیخپد. گو ساخن پودر میکنیم ما پیچنی ما یخش رو.
من چگونه میبینید پیچنی ما هم تیار شد. من درونش شکستم. ببینید درون پیچنی ما چقدر تیار شده است. درونش خمیراش پیساچنی جای بادام است. بنانش هم ملایم شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتی کنید و یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه در کانال. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.